کانال یوتیوبی ادمین ساز. رئیس زندگی خودت باش. زندگی کردن کار سختی است و به فداکاری و تلاش‌های بسیار زیادی نیاز دارد. لیلی سینگ در کتاب رئیس زندگی خودت باش ترفندها، نکته‌ها و برنامه‌های سریع ارائه نداده است. درباره راه‌های میانبر یا طلسم‌های شانس حرف نمی‌زند، ولی کاری می‌کند تا وجدان کاریتان بیدار شود، ذهنتان گسترش یابد، ترس‌هایتان نابود شوند و موانع از سر راهتان کنار برود. اگر برای فتح زندگیتان آماده هستید، این کتاب را ورق بزنید. زمان آن رسیده که رئیس زندگی خودتان باشید. از صمیم قلب برایتان آرزوی موفقیت می‌کنم. این کتاب راهنمای گذران زندگی نیست. این کتاب مملو از افکار امیدبخش، طلسم‌های شانس یا نقل قول‌های سطحی نیست. در این کتاب هیچ طرح مخفیانه‌ای برای رسیدن به یک زندگی موفق پیدا نمی‌کنید، چون هیچ راه سریع و آسانی برای موفقیت، شادی و یا هر چیز خوب دیگری در زندگی وجود ندارد. برای رسیدن به این موارد فقط باید از پله‌ها بالا بروید. کتاب رئیس زندگی خودت باش مربی شخصی شما برای بالا رفتن از این پله‌ها خواهد بود. خودتان را آماده کنید. لیلی سینگ در مقدمه کتاب میگوید: من متخصص نیستم و ادعایی هم ندارم، ولی تجارب خیلی خاصی دارم که درس‌های ارزشمندی به من آموختند. برای ساختن ویدیوهای یوتیوب و نوشتن این کتاب یک دلیل دارم. دلم می‌خواهد نور مثبت این دنیا باشم. صرفاً به دلایل مادی کتاب رئیس زندگی خودت باش را ننوشتم. مسئله خیلی بیشتر از این حرف هاست. زمانی که تاریک‌ترین روزهای زندگیم را می‌گذراندم، کوچکترین چیزی می‌توانست چراغی را در مغزم روشن کند و روزم را قابل تحمل کند. هر کس برای خودش رؤیاها و اهدافی دارد. همه همینطور هستند. شاید همین الان هم قدم در مسیر استوار موفقیت گذاشته باشید، یا شاید برای امرار معاش مشکل دارید. در هر صورت دلم می‌خواهد این کتاب آن چراغ را در زندگی شما روشن کند. دلم می‌خواهد در زندگی به هر آنچه می‌خواهید برسید و واقعا باور دارم شما می‌توانید. من یک شبه به موفقیت نرسیدم. کارم به خاطر یک ویدئوی پربازدید ترقی نکرد، بلکه در طول زمان تک تک ویدیوها باعث شناخت و معروفیت هم شدند. اگر از طرفدارانم بپرسم چطور با من آشنا شدند، جوابهای متفاوتی میگیرم. با هر ویدئو یک قدم از پله‌های موفقیت بالا رفتم و بنیانی مستحکم از محتوا از خودم به جای گذاشتم. مهم نیست این قدم کوچک یا بزرگ باشد، فقط باید حرکت به بالا را ادامه داد. با وجود این قطعاً برای بعضی افراد آسانسوری هم وجود دارد، به ویژه در کار من، مثل تولید محتوا علیه عده دیگر، استفاده از عکس‌های فریبنده و گذاشتن عناوین انحرافی روی ویدئو. با چنین کارهایی احتمالاً بازدیدهای زیادی خواهید گرفت و واقعاً معروف می‌شوید. ولی تا کی؟ بدین شکل بنیان کاری محکمی ندارید، چون خیلی سریع یا با تقلب بالا رفته اید. ترجیح می دهید روی پلی حرکت کنید که 1 ساله ساخته شده یا پلی که 48 ساعته کارش تمام شده است. آسانسور می تواند هر لحظه خراب شود، ولی پله همیشه هست. بارها پیش آمده یک ترانه معروف شود و بعد از مدتی دیگر هیچ خبری از آن نباشد. بارها پیش آمده کسی یک کار چندشاور انجام دهد و ویدئوی او پربازدید شود و بعد دیگر هیچ وقت چیزی از او نبینید. آسانسورها در تمام صنایع وجود دارند، اما رئیس زندگی همیشه از پله استفاده می کند و مسیر شغلی طولانی مدت را ترجیح می دهد. حیله و میانبر مصالح مناسبی برای ساخت بنیان موفقیت نیستند. فقط یک باد تند کافی است تا آن را خراب کند. اما پیش از خواندن و گوش دادن به این کتاب صوتی باید مکانیسم‌های دفاعی خود را کنار بگذارید. آنها را از خودتان جدا کنید و گوشه دوری قرار دهید. نویسنده می‌خواهد سرزنشتان کند و بگوید ضعیف هستید.
میخواهد به مسائلی اشاره کند که شما را معذب میکند، مسائلی که دلتان میخواهد از آنها فرار کنید. هیچ جایی برای بهانه، توجیه و یا ترحم نیست. با ذهنی باز کتاب را بخوانید و گوش دهید، نرنجید و حالت تدافعی نگیرید. این کتاب اطلاعات زیادی در خود دارد، چون نویسنده حدود 5 سال برای نوشتن آن زمان گذاشته. اگر چیزی را فراموش کردید ناراحت نشوید. در واقع باید بارها و بارها هر فصل کتاب رئیس زندگی خودت باش را بخوانید، چون تبدیل شدن به رئیس زندگی فرایندی است که زمان زیادی را می‌طلبد و به هیچ وجه آسان نخواهد بود. از همراهی شما سپاسگزاریم. اگر این مطلب را پسندیدید لطفاً لایک یادتان نرود. تهیه شده در کانال یوتیوبی ادمین ساز.